همه رو فحشکش کرد. بی احترامی خط قرمز کل بچه‌های اینجاست. به هم دیگه فحش ندین، بی احترامی نکنین. دهن زن، دهن خانم، دهن دختر نباید به حرف زشت بیادش. اصلا زشته وقتی یه خانم میاد شروع میکنه هی فحش رکیک، تو چه فکری میکنی؟ بعد میاد اینجوری میکنه من از فلان خانواده، من از بیسار خانواده. یعنی توی خانواده شما با شما اینجوری صحبت میکنن؟ یعنی این رویه و این روش که بخوان توی خانواده به شما فحش بدن، به خانم فحش بدن، خانم به آقا بخواد فحش بده، رایجه؟ حتما رایجه دیگه. من تنها حرف هم همین اگه رایجه که دیگه خودتون من اصلا میگم آقا قضاوت دارم میکنم الان میبینم که چی بخوام بگم دیگه. اصلا چجوری ببین شب تا صبح نشسته سناریو چینی کردن. شب تا صبح که از در اومد تو زد یاسمنو که گوش بده یاسمن